ملکه صاحب نظرова دختری تاجیک که بیرحمانه لط و کوب شد میگوید اگر معشوقش را زندانی کنند همراهش به زندان می رود. خورشید عزیزов معشوق ملکه صاحب نظرova این زمان در بازداشتگاه است. او را برای آن دستگیر کردند که صبح 1 مارس در یک از محله‌های مرکزی دوشنبه ملکه 23 ساله را بیرحمانه لط و کوب کرده است. ویدیوی لط و کوب به شبکه‌های اجتماعی از جمله به فیسبوک راه یافت و بحث داغی را برانگیخت و مقامات ملیسا گفتند بعد از 2 ساعت نشر ویدیو خورشید عزیزов را دستگیر کردند. همکاران ما افسانه اکابر شاه و نیسا رسولova بعد از جستجوی زیاد امروز ملکه صاحب نظرova را پیدا کردند و از خودش درباره این حادثه پرسیدند. شما میخواید که با او خانه‌دار شوید؟ چی است آینده فکر آینده‌تون؟ هیچ نه، برویا تمام. شما گپ میزنید؟ نه، برویا مگه نمیزنم قطعش. برای چی شما زده است؟ برای گناه خودم نپرسیده برآمدم زد. نپرسیده کجا برآمدید؟ کی بیرون برآمدم ساعت 5 سر. برای چی برآمدید؟ بیرون پرگولکه برآمدم. چند سال شد که شما گشتید؟ از سال 2015 میشه. شما هر بار نپرسیده برآید و میزند شما را؟ نه. پیش از این یگان بار نزده است میگه. نه. لیکن پدر و مادرتون میگن که چندین بار زده است می اومدید و دستتون یا چشماتون مجروح. کشتیم ملکه گپ زنید. شما میخواهید داخلا وای جزاش بگیرد چیکار کند؟ یگان جزا نگیره. اگر قانون جزا دادنی باشه مرم دام قانون جوابگر میشه. مرم میرم 5 سال ماشین میشه. خی مرم انم قانون ده جوابگر مرم او را زدگیم. شما دوست میدارید وای؟ دوستش میدارم چخه هم دلم میسوزه چی به ما او را دقیقی باید خیانت میکنم قدر خوبی مده کدگیه. چی خوبی ها کرده شما با یگان؟ مرا در کوچه موندگی نیسته، مرا گشنه موندگی نیسته. ما در بیرون موندگی، مرا در کوچه موندگی نیسته. پول یاردم میکند یگان وای میکند؟ ها ای دستش میمدگی را میکنه. شما کار نمیکنید؟ نه. دانشجو هستید خواندید یگان چی؟ نه. کجا را بود کردید؟ مکتب میونه. یگان جا نخواندید؟ نه فقط سالن کار کردم. زندگیتون وزبینه ملکه؟ میشوه خدا بس شگر. چقدر است یگان بار کار کفتنی رفتید یا نرفتید؟ برای خدمت؟ بله. نمیموند خورشید؟ کار کنی؟ کار کردن میموند شما را یا نه؟ شما میخواید که با او ازدواج کنید مثلا وای برایت شما ازدواج کنید با وی؟ نمیدونم. خورشید چی میگوید؟ یگان بار گفته بود درباره همین مسئله که من ترا میگیرم یا میخواهد که ازدواج کنید؟ شما پدر مادر خورشید کسی گپ زدید؟ چی گفتید؟ ما قطع پدر مادرش گپ نزدم. ای روزی ای کار شدگی. چی گفتید؟ پیشتر که گپ میزده چی میگفتن؟ چی میگفتن؟ هیچی. آدم قچه گپ میزنه همو خیلی. نه یگان وای که مثلا باد خواستگاری بیوند نبیوند؟ من خونه باید نمیرم بیومو میشنوسن من خیلی. بیا ما برام.